آل در قسمت اهل حلول و اتحاد و وحدت و گپا، مثلا فتاوای علما چی هست؟ ما مکلفیت ما این است که وقتی که گروه های نو پیدا میشه یا گروه های متاثر میشن به اعتقادات هندویزم یا متاثر میشه به اعتقادات فلاسفه یا متاثر میشن به اعتقادات یهود و نصارا، اینال وظیفه و مکلفیت ما است که ما این اعتقادات باید مسائل اعتقادی رو بفهمیم و خود از اون نجات بدیم، چون موجود هستن حال فعلا حتی بعض فیلم هایشون جور میشه و سریال ها جور میشه و مثلا اشخاصی که به این عقیده هستن مثل ابن عربی و غیره، باز این ابن فارض و ابن عربی یارا که شما بخوانین باز اینا و حتی مثلا شاعرای بسیار بزرگی که عقیده را دارن و در قالب شعری را آوردن با بسیار شعر زبان بسیار زیبا هست. مثلا وقتی که یک کس مثلا در یک گلاس عسل فکرتان باشه در یک گلاس عسل زهر میگذاره، اینمی قسم کسایی که متاثر به این عقیده هستن بعضی اوقات در مقالب شعر امی ابیات هم میارن و بسیاری کسا فکر میکنن که هر شاعر ولی الله هست و دوست الله هست و کلام از اینا بسیار خوب است و در این قسمت افراط میکنن و بالاخره متاثر به این افکار اندیشه ها میشن و العیاذ بالله، مثل که در سوره یاسین هست که در روز قیامت الله متعال میگه که و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمان شما از بین مسلمان ها برین. این بیچاره فکر میکنه که من مسلمان هستم و من دیندار هستم و بسیار ذکر میکنه و بسیار تقوا میکنه و بسیار گوشه‌نشینی میکنه و بسیار عبادت میکنه، لکن در حقیقت عقیده از این مثل عقیده یهود و نصارا عقیده کفری و شرکی هست. در این قسمت نال مثلا بین که ببینیم علمای اسلام چی فتوا داده و ما مکلفیت ما از نگاه تحقیقات علمی و اکادمیک امی هست که من حیث یک استاد پوانتون همیشه تحقیقات خود علمی و اکادمیک میکنم و زیادتر کوشش میکنم که از سخنهای خود کرده سخنهای علمایی را که امت اسلام اونا را قبول دارن و سخنهایش قبول دارن و او را اعتبار میدن و فتاوای از اونا را میگیریم که امی علمایی که علمای بزرگ هستن و در این راستا تحقیق کردن و خوب معلومات دارن از ما که خوبتر میفهمن، از این خاطر سخنهای از یا برای ما و شما مثل یک دوای بسیار خوبی است که ما بفهمیم و خود از این مشکلات خلاص بکنیم. میشه کسی متاثر شده باشه و نباید از رحمت الله کسی انکار بکنه، چون الله غفور است و غفار است و حتی اگر یک نفر در شرک داخل شده باشه یا در کفر داخل شده باشه یا از دایره ایمان خارج شده باشه، اینه باید چی شوه؟ از رحمت الله ناامید شوه، فورا توبه بکنه، چون الله برات فرصت داده. وقتی که الله برای ما فرصت داده، اگر یک اشتباهی ما میکنیم یا کدام وقتی متاثر میشیم، میدیا هست و رسانه هاست و تلویزیون ها هست و فیلم ها هست، یا مثلا ما و شما میبینیم فکر میکنیم والای اشخاص چقدر مردم های خوب هستن و بسیاری کسا همین قسم مثلا عوام الناس همون سون تقوایشان سهل میکنه و سون زهدشان سهل میکنه و سون اذکارشان سهل میکنه و سون صداقتشان سهل میکنه، عقیدهش نمیفهمن، میگه چه خوب مردم هستن و چقدر عالی هستن، اما اهمیتی نداره، چون وقتشون کس تقوا میکنه اساس تقوا چیه؟ از باید توحید است. انسان باید اول عقیده توحید درست داشته باشه، در عقیده شرک نباشه. چرا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، الله متعال میگه که اگر تو شرک بیاری لیحبطن، حتما تمام اعمال نیک تو چی میشه؟ از بین میره. مثل که یک نفر خوب یک کوت بزرگ از پخته داشته باشه یا مثلا کاو داشته باشه، یک دفعه یک پلتا گوگرد میزنه، یک دفعه که این پلتا گوگرد زد که یک وقت سال میکنه که تمام این پخته ازی که یک خانه را پر میکرد کلش ججق وارین قیق شده، از بین رفته است. یا همین کایی که مثلا خانه را پر کرده، این که یک پلتا گوگرد زد که یک ساعت بعد سال میکنه که کل کای ازی در گرفته و از بین رفته. پس اینمی قسم شرک وقتی که یک انسان عبادت میکنه و نماز میخونه و ذکر میکنه و تقوا میکنه و بسیار عبادت ها میکنه، حج میکنه و روزه میگیره، مکاره میکنه، یک دفعه مرتکب شرک میشه. اینال تمام اینمی شرک مثل پلته گوگرد است، همین گوگرد زد همین تمام اعمال. لئن اشرکت آیات قرآن است، لئن اشرکت لیحبطن عملک. از این خاطر انسان مسلمان کوشش کنه. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بود، میگه مردم همیشه از رسول الله از خوبی ها پرسان میکردن، میگه من از زشتی ها پرسان میکردم. حذیفه رضی الله عنه پرسان شدن چرا؟ گفتن ما به خاطر ازی پرسان میکردم از زشتی ها تا که من همون مرض همون زشتی رو بفهم خودم وقایع بکنم. بسیاری وقت هست
بسیاری کسا خوب انسان است لکن زشتی ها را نمیفهمه، در او زشتی مبتلا میشه، در کفر مبتلا میشه، از دانش سخن کفری خارج میشه یا یک عمل کفری میکنه. این خطرناک است و این منجر به کفر میشه. خب در فتاوای علمای اسلام فتوای قاضی عیاض یکی از علمای بسیار بزرگی هست که علمای را میشناسن و در کتابهای فقهی و در کتابهای عقیده و دریا مثلا این عالم کلگی میشناسن. این عالم چی میگه؟ یک کتاب داره به نام الشفا. میگه اجمع المسلمون، این اجماع را ذکر میکنه، میگه تمام علمای اسلام اجماع کردن. وقتی ما میگیم اجماع علمای مسلمون معنای از این است که علمای اسلام اجماع کردن، عوام الناس خو در بسیاری مسائل مداخله ندارن. میگه اجماع کردن تمام مسلمان ها، یعنی علمای اسلام، کسایی که محقق هستن، اجماع کردن علی کفر اصحاب الحلول. میگه اینا اجماع کردن به کفر اصحاب حلول. و من ادعا حلول الباری سبحانه فی احد الاشخاص، میگه هر کسی که ادعا بکنه که العیاذ بالله الله سبحانه و تعالی در یکی از اشخاص داخل شده است. این میگه این چی هسته؟ مثل که بعضی از متصوفه و باطنیه و نصارا و قرامته، میگه بعضی از اینا این سخنا را میگن. میگه پس اینا اجماع کردن که اینا در کفر داخل هستن و اینا کافر شدن. خب عزالدین ابن عبدالسلام، این هم یکی از علمای بسیار بزرگ است. عزالدین ابن عبدالسلام این میگه که علامه جلال الدین السیوطی را هم بسیار علما میشناسند که ما و شما تفسیری به نام جلالین داریم که میگه جلال الدین محلی و جلال الدین السیوطی هست. جلال الدین السیوطی که نصف 15 سپاره تفسیر جلالین تفسیر کردن، این فتوای عزالدین ابن السلام این قسم نقل میکنن. میگه وقال الشیخ عزالدین ابن السلام فی قواعده الکبرى، میگه شیخ عزالدین ابن عبدالسلام در قواعد کبراش گفت و من زعم، هر کسی که گمان کنه یا عقیده بکنه ان الاله یحل فی شیء من اجساد الناس او غیرهم فهو کافر. یعنی هر کسی که عقیده بکنه که اله العیاذ بالله الله سبحانه و تعالی داخل میشه در جسدهای انسانها یا غیره العیاذ بالله فهو کافر. این کفر است، کفر است. میگه کافر است. بسیره این عالم تکفیر کرده. امام رازی یکی از علمای مشهور که به نام امام رازی هست و این تفسیر داره به نام مفاتیح الغیب. این در مورد کفر و گمراهی اهل حلول و اتحاد میگه اما النصارى فانهم يثبتون الحلول والاتحاد وذلك كفر قبیح جدا. میگه نصرانی ها حلول اتحاد ثابت میکنن و این کفر قبیح است، کفر است. فثبت انه لا فرق بین هؤلاء الحلولیه و بین سایر المشرکین. پس میگه و پس ثابت شد که بین حلولیه هایی که خود مسلمان میگه و بین دیگه مشرک هایی که به حلول عقیده دارن هیچ فرق نیست. این هم در شرک مبتلا هست و هو هم در شرک مبتلا هست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ فهذا كله كفر باطنا و ظاهرا باجماع كل مسلم. میگه این تمامش همین حلول و اتحاد عام است و خاص است و وحدت الوجود است. میگه تمام از اینا کفر است باطنا و ظاهرا. از کفر باطنی هم است و ظاهری هم است، چون یا در باطن هم عقیده دارن و در ظاهر هم آشکار میکنن. میگه اینا این کفر است به اجماع تمام مسلمان ها. و من شک فی کفر هؤلاء، میگه اگر کسی باز شک کرد در کفر از اینا، یعنی اهل اتحاد و وحدت الوجود یا میگه کسی در کفر از یا شک کرد بعد معرفت قولهم و معرفت دین الاسلام، بعد از اینکه انسان هم سخنای از اینا را فهمید و هم اسلام شناخت، و هو کافر، میگه خود از این کافر میشه. کمن یشک فی کفر الیهود و النصارى و المشرکین، مثل که کسی که در کفر یهودیا یا در کفر نصرانی ها یا در کفر مشرکین این شک بکنه، یعنی کسی که در کفر از اینا شک بکنه
مثلا بگه که من والا یهود کافر فکر نمی کنم یا نصرانی ها را کافر فکر نمی کنم و شک می کنم، یا در بت پرستای هندوستان ما کافر نمیگم و شک می کنم. میگه مثل که کسی در یهود و نصارا مشرکین شک بکنه در کفر از اینا خودش کافر میشه، و کسی که در اهل حلول و اتحاد بعد از اینکه در شناخت عقیده از اینا را و اسلام هم شناخت شک میکنه، باز میگه این هم کافر میشه. دکتر فقیه در شبکه اسلامی بنا مفتی ها هستن، به ریاست دکتر فقیه این میگه که یدل دلالتا واضحتا علی کفرهم و خروجهم عن المله، نسأل الله الثبات علی الحق. پیشتر ما شما قول زیر گرفتیم که درباره حلول اتحاد یا تشریحات کرد، باز این میگه که این اقوال از اینا دلالت واضح و صریح میکنه به کفرشان و خروجهم عن المله، که اینا از ملت اسلام چی میشن؟ خارج میشن. اینی بود مشکل اساسی شرک چی هست؟ شرک در چی؟ شرک در ذات الله سبحانه و تعالی که به این اشکال صورت میگیره.